اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به الله از شر شیطان رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. لا اقسم بیوم القیامه. به روز قیامت سوگند میخورم. ولا اقسم بالنفس اللوامه. و به نفس ملامتگر سوگند میخورم. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. آیا انسان میپندارد که پس از مرگ هرگز استخوانهایش را جمع نخواهیم کرد؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. آری، ما قادریم که حتی خطوط سر انگشتانش را یکسان و مرتب کنیم. بل یرید الانسان لیفجر امامه. بلکه انسان میخواهد که آزادانه و بدون ترس از آخرت در گناه و بدکاری مداومت کند. یسأل ایان یوم القیامه. از این رو میپرسد روز قیامت کی خواهد بود؟ فاذا برق البصر. هنگامی که چشم وحشت زده و خیره شود. و خسف القمر. و ماه تیره و بی نور گردد. و جمع الشمس والقمر. و خورشید و ماه یک جا جمع شوند. یقول الانسان یومئذ این المفر. آن روز انسان میگوید راهی گریز کجاست؟ کلا لا وزر. هرگز هیچ گریزگاهی نیست. إلى ربك يومئذ المستقر. آن روز قرارگاه نهایی به سوی پروردگار توست. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. در آن روز انسان از تمام کارهایی که پیشا پیش فرستاده و کارهایی که به تأخیر انداخته و انجام نداده است خبر داده می شود. بل الانسان على نفسه بصیره. بلکه انسان به خوبی بر خویشتن آگاست. ولو القى معاذیره. اگرچه در دفاع از خود عذرهایش را در میان آورد. لا تحرك به لسانك لتعجل به. ای پیامبر، هنگام نزول قرآن زبانت را برای تکرار و خواندن آن شتاب زده حرکت مده. إن علينا جمعه وقرآنه. مسلما جمع آوری و خواندن آن بر عهده ماست. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. پس هرگاه توسط جبرئیل آن را بر تو خواندیم از خواندن او پیروی کن.
ثم إن علينا بيانه سپس بیان کردنش بر عهده ماست. كلا بل تحبون العاجله هرگز چنین نیست که شما مشرکان می پندارید، بلکه شما دنیای زودگذر را دوست دارید. وتذرون الآخرة و آخرت را رها می کنید. وجوه يومئذ ناظرة آن روز اهل ایمان دارای چهره‌های تازه و شاداب هستند. إلى ربها ناظرة به سوی پروردگارشان می نگرند. ووجوه يومئذ باسرة و در آن روز کافران و بدبختان دارای چهره‌های عبوس و در هم کشیده هستند. تظن أن يفعل بها فاقرة زیرا یقین دارند که آسیب کمرشکن به آنها میرسد. كلا إذا بلغت التراقی چنین نیست که انسان میپندارد او ایمان نمی آورد تا موقعی که جان به گلوگاهش رسد. وقیل من راق و گفته شود درمان کننده کیست. وظن أنه الفراق و یقین کند که زمان جدایی از دنیا فرا رسیده است. والتفت الساق بالساق و ساقهای پایش از سختی جان دادن به هم بپیچد. إلى ربك يومئذ المساق در آن روز مسیر همه به سوی پروردگارت خواهد بود. فلا صدق ولا صلى منکر معاد نه تصدیق کرده و نه نماز گزارده است، ولكن كذب وتولى بلکه قرآن را تکذیب کرد و از ایمان روی گرداند. ثم ذهب إلى أهله يتمطى سپس خرامان به سوی خانواده اش بازگشت. أولى لك فأولى وای بر تو پس وای بر تو. ثم أولى لك فأولى باز هم وای بر تو پس وای بر تو. أيحسب الإنسان أن يترك سدى آیا انسان گمان می کند که بی هدف و بدون حساب و جزا به خود رها می شود؟ ألم يك نطفة من مني يمنى آیا او نطفه از منی نبود که در رحم ریخته می شود؟ ثم كان علقة فخلق فسوى سپس به صورت خون بسته درآمد و الله او را آفرید و درست و استوار ساخت.
فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى سپس دو جنس مرد و زن را از آن پدید آورد. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى آیا چنین آفریدگاری قادر نیست که مردگان را دوباره زنده کند؟